تا حالا این حسو داشتید که انگار دیگه هیچ ایده جدیدی باقی نمونده؟ هر چی میخواید بگید قبلا گفته شده. اگه جوابتون بله است، امروز قراره این موضوع با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم چطور میشه حتی از موضوعای تکراری هم محتوای جذاب و جدید درست کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگه هنوز کانالتون رو سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنین، چون کلی ویدیوهای باحال داریم اینجا که با هم دیگه میخوایم ببینیم. اگر که تنبلی مانع اصلیتون هست، یه ویدیو توی همین زمینه اون پایین براتون لینکشو گذاشتم، حتما برید ببینید. خیلی از ماها وقتی میخوایم محتوا بسازیم با یه چالش بزرگ روبرو میشیم. دیگه چی میتونم بگم که جدید باشه؟ مثلا اگه کانال آموزشی دارید، شاید فکر کنید که همه نکات رو قبلا همه گفتن. یا اگه توی حوزه فناوری باشین، ممکنه حس کنید که هیچ خبر جدیدی برای ارائه ندارید. اما یه سوال مهم اینجا هست: واقعا همه چی گفته شده؟ شاید ما داریم از یه زاویه محدود به یه موضوع نگاه میکنیم. باید دیدگاه شخصی خودتون رو به موضوع اضافه بکنین تا موضوع جذاب بشه و دیگه تکراری نباشه. مهم نیست که موضوع چقدر تکراریه. زاویه دید شما همیشه خاصه. از تجربیات شخصی، اشتباهات و درسایی که گرفتید بگید. این باعث میشه که محتواتون منحصر به فرد بشه. اگر روی جزئیات تمرکز کنید، باعث میشه که بتونید مخاطبای بیشتری رو جذب کنید. مثلا به جای پرداختن به کلیات، برید سراغ جزئیات جذاب. مثلا به جای اینکه بگیم چطوری عضله بسازم، بگید 3 اشتباه رایج که جلوی رشد عضلاتتون رو میگیره چیه. مردم عاشق داستانن. حتی یه مفهوم ساده رو میتونین با یه داستان جذاب ترش کنین. مثلا اگه توی رشد فردی صحبت میکنین، قصه یکی رو بگین که تونسته با یه تغییرات کوچیک زندگیش رو عوض بکنه. محتوای تعاملی بسازید. یعنی چی؟ یعنی از مخاطباتون سوال بپرسید، نظرشون رو بخواین، چالش برگزار کنید. این کار باعث میشه محتوای شما منحصر به فرد بشه و تعامل بیشتری بگیرید. پس ویوهای ویدیوهاتون بالا بره. برای اینکه بتونید یه موضوع تازه بسازید، احتیاج نیست خیلی خلاق باشید. فقط کافیه که 2 موضوع با هم دیگه ترکیب کنید. مثلا به جای اینکه بگید چطوری ارزون سفر کنم، بگید چطوری ارزون سفر کنم بدون اینکه کیفیت سفرم کم بشه. بیاین از طنز استفاده بکنید. یه لحن جذاب و شوخ طبع میتونه خسته کننده ترین موضوعات هم جالب کنه. نگران نباشین، یکم خلاقیت و انرژی جواب میده. فرض کنین یه کانال آشپزی دارین و حس میکنین همه غذاها قبلا توش آموزش داده شده. حالا مثلا چیا میتونین استفاده بکنین؟ مثلا میتونین بگین که 5 غذای فوق‌العاده که در 10 دقیقه آماده میشن. بیاین امتحان کنیم میشه یا نمیشه. بزرگترین اشتباهاتی که باعث میشه غذای شما خوشمزه نشه. یا یه چالش درست کنیم. مثلا بگین درست کردن غذا با فقط 3 ماده اولیه. این تغییرات کوچیک میتونه محتواتون رو جذاب کنه و متفاوت به نظر بیاد. این زاویه دیدمون رو تغییر بدیم. همه چیزو شخصی سازی بکنیم و خلاق باشیم. حالا تو کامنت ها بهم بگین که شما از چه روشایی برای تولید محتوا استفاده میکنین که باعث میشه که شما متفاوت دیده بشین. اگه این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، برای دوستاتون هم بفرستین. حالا دیگه میدونین همه چی گفته نشده. نحوه ارائه شماست که با هم دیگه فرق میکنه.